اعداد آلمانی رو چطور یاد بگیریم؟ فرمول ساختشون چیه؟ از کجا باید بلد باشیم؟ در این ویدیو از سری آموزش‌های رایگان یوتیوب دویچلبنده قراره زahlen یعنی اعداد اصلی رو از صفر الی آخر هر عددی که فکرشو بکنید رو یاد بگیرید. دویچلبنده آموزش کامل ارائه میده. یعنی چی؟ یعنی تیکه فیلم اختصاصی داریم که باعث میشه طرز بیان درست کلمات و آوای درست آلمانی رو یاد بگیرید. از اونور براتون کلی مثال میاریم که باعث میشه جمله سازیتون تقویت بشه. برای تقویت مهارت شنیداریتون یعنی hören اومدیم تمام مثال ها رو با تلفظ اصولی قرار دادیم. در انتهای ویدیو هم براتون تمرین داریم که باعث میشه تمام مواردی که یاد میگیرید رو سریع استفاده کنید تا خوب به ذهنتون بشینه. بریم با دیدن تیکه فیلم اختصاصی آلمانیمون این آموزش جذاب رو شروع کنیم. 80. چند تا عدد آلمانی به عنوان نمونه دیدید و شنیدید. قراره که تمام این موارد رو هم یاد بگیرید با دیدن بخشی از دوره ویژه دویچلبنده. Wie alt bist du؟ چند سالته؟ باید از اعداد استفاده کنید. الان میخوایم اعداد آلمانی رو یاد بگیریم. Zahlen اعداد. Die Zahl میشه عدد، Zahlen میشه اعداد. خب دسته به دسته یک جا نشسته نه میخوام بریم اعداد آلمانی رو بررسی کنیم چون انواع مختلفی وجود داره. اعداد اشاری و اینا دیگه نیازمون نمیشه واقعا. ما میخوایم اعداد اصلی یعنی Grundzahlen یعنی اعداد پایه، اعداد اصلی و اعداد ترتیبی رو یاد بگیریم. Ordnungszahlen اعداد ترتیبی. دونه بدونه بررسی میکنیم. شروعش هم اعداد اصلی Grundzahlen اعداد 1 تا 10 مهمترین عددها هستن چون شما توی همه اعداد آلمانی یک ریشه ای از این 10 تا عدد بالاخره میبینید. یعنی تشخیص میدید که قشنگ 1 تا 10 تو همه اعداد وجود داره. 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب این از این 0 تا 10. حالا اینا خیلی مهمه. 2 تا عدد بعد اینا داریم. چیه اونا؟ 11 و 12. 11 12 تا اینجا رو داشته باش. از این به بعد دیگه این که گفتم ریشه ای از اعداد 1 تا 10 رو تو همه اعداد میبینید از همین الان شروع میشه. مثلا ما تو فارسی میگیم 13. 13 به ریاضی میشه چی؟ 3 به اضافه 10. درسته؟ آلمانی‌ها دقیقا میگن 13 که میشه 13. 13 بعدی 14 که میشه 14. 14 که همه این اعداد هم چسبیده به همه. کلا هیچ فاصله‌ای بین اعداد نداریم. خب اینو یادتون باشه. و اینکه همه اعداد با حرف اول کوچیک نوشته میشن. Kleinschreibung داریم به جای Großschreibung. اعداد 0 تا 14 رو با هم یاد گرفتیم. حالا بریم سراغ 15. 15 به هم میچسبه. همش هم کوچیک نوشته میشه. آرتیکل هم نداره چون اسم نیست. 15 16 بوده که شده 16. ببین اس از آخر 6 میپره تو ترکیب. تو 2 تا ترکیب. یکی تو 16 که همینجاست. یه دونه هم تو 60 که جلوتر بهش میرسیم. 17 میشه 17 اما این از آخر 7 میپره میشه 17. اینم تو 2 تا جا این اتفاق میفته. یکیش همین 17 یکیش هم 70 که جلوتر بهش میرسیم. پس چی شد؟ 16 17 حالا 18 18 18 19 19 19 و نهایتا میرسیم به 20. ایشون هم مثل شما از محتوای رایگان دویچلبنده استفاده میکنه و با لایک کردن بهمون انرژی میده. 20 یکی از
دهگانهای مهمه. دهگانها چیان؟ 20 30 40 50 60 70 80 90 تا اینجا. اینا جزء دهگانها هستن که با این اندون شناخته میشن. تش مثلا 20 میشه 20 یا مثلا 30 حالا بعد در ادامه میگم 40 40 50 60 ببین اس پریده از آخر زکس 70 اینجا هم ای ام پریده 80 ببین همشون همین اندونگرا دارن، اندونگر رو دارن. حالا 90 مثلا 90 میشه 90. خب اینم تا اینجا. اعداد 0 تا تقریبا میشه گفت 100 رو یاد گرفتیم. فقط یه چیز مهم میمونه این وسط و اون چیه؟ الان احتمالاً داشتید بهش فکر می‌کردید. اگر فکر نمی‌کردید الان میگم بهش فکر می‌کنید. عددهایی که دو رقمی هستند و یکان دارن و عدد سی که من نگفتم. مثلا عدد سی چه استثنایی این وسط؟ همشون این اندون رو میگیرن بین دهگان‌ها. عدد سی به جای ست از ست استفاده می‌کنیم، براش میشه 30. ببین این حرف رو داره، ست داره به جای ست. بقیهشون همشون همون اندونگ دهگان ها رو دارن. و دیگه استثنای دیگه ای بود که گفتم دیگه، تو 16 و 60 از آخر زکس اس میپره. تو 17 و 70 از آخر زیبن ای ان میپره. اینم از این اعدادی که ما بین این دهگان ها قرار میگیره، مثلا 23 خب، یا مثلا 98 47 اینا رو چجوری باید بگیم؟ ما تو فارسی میگیم مثلا 23 20 و 3. تو آلمانی برعکس، بخوایم بگیم 23 باید بگیم 3 و 20. تمام شد. همین، به جز این دیگه هیچی نه، تمام شد. همینجا میتونی، نه همینجا این قسمت تمام نمیشه ولی ادامه ده. منظورم اینه که راحت بود. منظورم آره، میگیم به جای 23 میگیم 3 و 20. 23. خب این از این. بریم جلوتر دو تا دیگه مثال بزنیم که بعدش بریم سراغ صد و اعداد بزرگتر. مثلا میخواید بگید، یه مثال از یکم آخرش میزنم، بگیم مثلا 47. خب 47 فارسی دیگه بخوایم آلمانی کنیم برعکس میشه 47. 47 میشه 47 که آلمانیش میشه 47. کلاینشرایبونگ اصلا هیچ فاصله ای هم بینش نداریم، یعنی با حرف اول کوچیک نوشته میشه و هیچ فاصله ای هم بینش وجود نداره. تموم شد و رفت. یک مثالم من از عددی میذارم که آخرین حرفش یک باشه. دوره ویژه آموزش آلمانی دویچلیبنده، بررسی ساختارهای گرامری مؤثر در جمله سازی و مکالمه، تکنیک های محاوره‌ای، ارائه جدول جادویی صرف تمام آرتیکل ها و صفت ها، آموزش به صورت ویدیویی به همراه کتاب مکمل و تمرین به همراه پشتیبانی دائمی مدرس. برای دریافت نمونه آموزشی و اطلاعات دوره کافیه تو کامنت ها یک عدد از 1 تا 100 برامون بفرستید. عدد 1 خودش استثناست، یعنی اینکه ما قبلا دیدیم توی اون بشتمت آرتیکل دیدیم که 1 عدد 1 میاد اسش رو از دست میده، تو ترکیبات قرار میگیره به عنوان اون بشتمت آرتیکل نامعین. توی این قسمت هم دیدیم. آره، اما توی ترکیبات عددی هم این اسم میپره. یعنی مثلا بخوایم بگیم 81 آلمانیش میشه 1 و 80 میشه 81. 81. این هم از این اس تو ترکیبات میپره. تو ترکیبات عددی توی استفاده به عنوان آرتیکل هم اگه داره استفاده میشه تو اونجا میپره اسش. فقط وقتی که میخوایم بگیم یک میگیم 1. عدد 1 به صورت جداگونه میشه 1. تمام شده. برید تمرین رو حل کنید که بریم سراغ 100. قراره الان بریم سراغ 100.
درسته؟ اما به جز 100 میخوایم میلیون و میلیارد و هزار هم یاد بگیریم. البته هزار قبل از میلیون قرار میگیره، ولی در کل میخوایم یادش بگیریم. آره حالا چی داریم این وسط؟ این وسط که همین اول ما باید یاد بگیریم که چجوری اصلا بگیم 100. 100 میشه 100. بخوایم حالا اینو مثلا 100 بخوای بگی، هم میتونی بگی 100 هم میتونی بگی 100، مثلا این فارسی 100 جفتشون میشن 100. ولی بخوای بیشتر از مثلا 100 رو بگی، مثلا 200 300 400 مثلا، اینا رو بخوای بگی، خود اون عدد رو میذاری و بعدش 100 پسوند 100 که میشه مثلا 200 300. درسته؟ برای دیگه همینجوری ادامه میدید جلو و اعداد بعدی رو میسازید 400 و غیره. حالا چجوری میتونیم ترکیباتش رو بسازیم؟ یعنی مثلا بگیم 250، مثلا بگیم 250 چجوری میگیم؟ 250. ببین 200 بدون فاصله، ببین اونت لازم نیست اصلا بگی، بعدش 250 درسته ها لحاظ گرامری، ولی نمیگیم معمولا این اونت بعد از 100 رو، بعد از 100 رو. و حالا مثلا میخوایم بگیم 673، اینو چجوری بگیم؟ اعداد دو رقمی که یکان داشتن دیدیم دیگه، برعکس میگیم تو آلمانی، یعنی 73 رو میگیم 73 برعکس میشه. پس میشه چی؟ اول صدگان رو میگیم، بعد اونو برعکسش رو میگیم، همینجوری عادی میشه چی؟ 673 673. ببین شده 673. 673. اینم از این، از ترکیباتی که میتونستیم با صدگان ها بسازیم. در واقع این اون هم که حالا گفتیم که نمیگیم. و حالا بخوایم بریم جلوتر، میرسیم به عدد 999 قبل اینکه بریم سراغ 1000. چجوری میسازیم 999 رو؟ خیلی راحت. 900 طبق همون قوانین قبلی، 99 هم که برعکس میشه 99. 999. بعد این عدد چه عددیه؟ 1000. میرسیم به 1000. 1000 میشه 1000. حالا میتونیم بگیم 1000، همون 1000 میتونه معنای 1000 بده، مثلا 1000، یا بگیم 1000 1000 که اینم باز چسبیده به همه، پسفنده مثل 100. خب 1000 بعدش 2000 3000 همینجوری میریم تا آخر. و خود عدد بعدش هم یه 1000 میچسبه به آخرش دیگه، کاری نداره، خیلی راحت. و ترکیباتش رو بخوایم بسازیم، مثلا 1040 1040 یعنی 40 که بعد اون 1000 اومده 1040. اصلا اون هم نیازی نیست بذاریم، مثلا همین کافیه. و اینکه حالا بخوایم یه مثال از صدگاندارش هم بزنیم، مثلا میگیم 1390. 1000 بعدش اونت نمیاد، بعدش میشه مثلا 300 رو گفتم دیگه، 1390. 390 اونت نداریم، فاصله هم نداریم، کلاینشرایبونگ هم رعایت میشه. میریم جلوتر سراغ آخرین عددی که میتونیم با 1000 بسازیم، میشه 999. ساختنش سخته؟ نه، خیلی راحته. طبق همون قوانینی که یاد گرفتیم میسازیم. ولی کلمه ای که الان ساخته میشه 999999 2 متر طول داره و هیچ فاصله ای هم بینش وجود نداره. چجوریه؟ میشه 900 und 90 1000 999 999. بعد این عدد میرسیم به چی؟
میلیون و میلیارد. اول میلیون بعد میلیارد. میلیون و میلیارد این دوتا در واقع کلمه اسم محسوب میشن در بین اعداد. اسم وقتی محسوب میشن یعنی اینکه گوشخایبون داریم و در واقع دکلیناسیون میتونیم انجام بدیم برای آرتیکلی که پشتش قرار میگیره در صورتی که فقط یک باشه، یعنی اون bestimmte آرتیکل ein، فقط ein میتونه به عنوان Zahlwort عدد شمارشی بیاد قبل مثلا ein، مثلا میلیون دی میلیون هستش جزء فیمینین محسوب میشه، اونم دی میلیارد. خب هر دوشون جزء فیمینین محسوب میشن، میشه eine میلیون. خب بر اساس اون اسم یعنی میلیون که گنوس فیمینین کازوس نومیناتیو. پس میریم به این قسمت جدول و اندونگ ای میگیره، میشه eine میلیون. بر اساس همین جدول دکلیناسیون داشتیم بنده. یا اون یکی بخوایم بگیم 1 میلیارد، eine میلیارد، چون اینم دقیقا مثل همونه دیگه، کازوس نومیناتیو در واقع گنوس فیمینین، یعنی مؤنث در حالت نومیناتیو که میشه باز همون اندونگ ای، میره به این قسمت جدول و اندونگ ای میگیره، میشه eine میلیارد. به جز یک گفتیم اعداد هیچ کدومشون در دکلیناسیون شرکت نمی کنن، یعنی به نوعی میرن تو حالت توی این دایره های محافظی که این بالا میبینید بنفش رنگه، اعداد بیشتر از یک میرن تو این دایره های محافظ از اعداد بیشتر از یک که به رنگ بنفش. وقتی بخوایم بگیم 2 میلیون باید از حالت جمعش استفاده کنیم چون عدد بیشتر از یکه. پس میلیون میشه میلیونن پلورال، پس میشه 2 میلیونن، 3 میلیونن und so weiter oder 2 میلیاردن، 3 میلیاردن، 4 میلیاردن und so weiter. حالا ترکیباتش رو چجوری بسازیم اونم خیلی ساده است، فقط یه نکته مهم داره، اونم اینه که اینا چون اسم محسوب میشن در واقع یه فاصله از کلمه قبلیشون دارن. مثلا میخوایم بگیم مثلا 2000 میلیارد، از یک بیشتر، پس باید از حالت جمعش استفاده کنیم، میشه چی؟ میلیاردن، یعنی حالت پلورال. بعدش گفتیم چند؟ 2000. 2000 چی میشد؟ 2000. این به عنوان Zahlwort، به عنوان آرتیکل عددی میاد میره توی این قسمت توی دایره محافظ و این حالا نمیدونم چرا اینجوری مونده، میره توی دایره محافظ و اندونگ بهش نمیچسبیم، باز همون 2000 باقی میمونه. 2000 میلیاردن، 2000 میلیارد. اینم از این. باز به این جلوتر دیگه اصلا گرامر اعداد تموم شد. مثلا یه مثال هم از میلیون بزنم که مثلا 80 میلیونن، 80 میلیونن که میشه 80 میلیون. بریم سراغ نکته‌ای که اینجا قایم شده بودش، اما من حواسم بود که این نکته رو باید بهتون بگم. نکته زیاد مهمی نیست، فقط این که میخوام بگم اعداد بزرگ، اعدادی که اینجوری مثلا چند رقمن، خب اینا رو ما سه رقم میایم تو آلمانی با نقطه یعنی پونکت یا فاصله لیت سایشن از هم جدا میکنیم، یعنی سه رقم اینجوری جدا میکنیم که خوندنش آسان تر بشه. همین. و حالا مهمترین نکته‌ای که باید الان بگم اینه، خود عدد یک، اینس، گفتیم در ترکیبات اسش میپره، درسته؟ یادتونه اسش میپره میشه این. اما در اعدادی که یکانش یک هستش و یک در آخر کلمه قرار میگیره، مثل چی؟ مثلا 101 101، اینجا دیگه میشه اینس، اسش نمیپره. یا مثلا 1001، اینجا هم اسش نمیپره، ببین آخر کلمه قرار گرفت. ولی یکان باشه اول کلمه قرار بگیره مثل 21، دیدی اس باز پریده اومده، اول کلمه اس میپره، آخر کلمه اس نمیپره. اینو یادتون باشه. اگر بخوایم ازشون به عنوان آرتیکل استفاده کنیم، این اعدادی که الان گفتم چجوری اینس قرار میگیره توشون، اینا دو حالت داره، یا اینکه اون اسم میپره یا نمیپره. از هر دو این حالت استفاده کنید درسته. مثلا 101 بچه، کند
باید از حالت جمعش استفاده بشه، میشه Kinder. و این 101 میتونه هم باشه 101 Kinder، هم این درسته هم این یکی 101 Kinder. یه حالت دیگه هم داره، اینو خیلی کم تو محاوره تو زندگی روزمره تو آلمان ممکنه بشنوید. این وقتیه که الان اینی که دارم میگم مثلا فقط واسه زندگی در آلمان دارم میگم، تو آزمونا نیازتون نمیشه، یعنی دوست دارید گوش کنید. اینه که شما میاد اون عین رو جدا استفاده میکنید اصلا از عدد قبلی، یعنی که مثلا یه جوریه که انگار اون 1000 تاست، اون یکمیه خیلی مهمتره. مثلا میگی میتونه حتی در دکلیناسیون شرکت کنه، مثلا بگی من 1001 دوست دارم، یعنی مثلا 1000 تا دوست دارم، این یه دوست فرق میکنه. Ich habe 1000 und einen Freund. میگه که این یکی دوست داره جدا اصلا اشاره میکنه از اون 1000 تا 1000 und اصلا فاصله داره بینش، بعدش این ein Freund اومده در دکلیناسیون شرکت کرده. haben akkusativ objekt میطلبه دیگه. خب پس Kasus akkusativ، Genuss Freund میشه der Freund، درسته میشه در واقع ماسکولین. پس حالا که اینجوریه میریم به این قسمت جدول و اندونگ n میگیره، میشه einen Freund. Ich habe 1001 Freund. این هم داشته باشید، گفتم همینجوری بدون دیگه این همه چیز رو یاد گرفتید. این مورد هم همینجوری داشته باشید، جالبه چون میشنوید میگه این گفته بود مثلا این اتفاق نمیفته و فلان و اینا. من دوست دارم آرزوهای خوبتون نصیب ما بشه. آره اینم از این یه تیکرم بگم تموم. اصلا میتونی اینجا رو نبینی ولی اصلا ربطی به A1 نداره، فقط دارم بهتون میگم چون این مبحث زالن رو با هم بررسی کردیم، کامل یاد گرفتیم. اینم میگم داشته باشید یه زمانی جلوتر تو B2 یا مثلا C1 رسیدید به همچین مشکلی، یادتون میاد که من اینجا این مورد رو گفته بودم. بعد بیاد این تیکر رو دوباره ببینید. همه جا بهتون میگم فقط عدد 1. من خودم هم همینو گفتم ولی اینو جای دیگه اینو توضیح نمیدم، من مطمئنم، ولی من دارم میگم یادتون باشه. 1 فقط در دکلیناسیون شرکت میکنه. آرتیکل های عددی دیگه دیدیم دیگه همراه اسم جمع میان و در دکلیناسیون شرکت نمیکنن. اما استثناء وجود داره، دو تا عدد هستن که استثناء 2 و 3. فقط همین 2 تا عدد 2 und 3. اونم تو چه حالتی؟ تو حالت گنیتیو رو اصلا تو این سطح نمیخونید، اصلا کار نمیکنید زیاد باهاش، اما دارم میگم که حالا گوشه ذهنتون باشه، یه روزی به این احتیاج خواهید داشت. مثلا ما میتونیم از اعداد استفاده کنیم، مثلا حالت داتیو که به همراه پرپوزیسیون فان بیایم مالکیت رو بیان کنیم. مثلا Max ist Vater von 2 oder 3 oder 4 oder 10 Kinder. این تا اینجای کار. ببین تو حالت داتیو اعداد میرن تو دایره محافظ و هیچ تغییری نمی کنن، اون دایره نمیذاره اندونگ بگیرن. فقط و فقط عدد 2 و 3 تو حالت گنیتیو یعنی کازوس وقتی گنیتیو باشه اندونگ میگیرن. چجوری؟ اینجوری مثلا میگیم Max ist Vater dreier Kinder. Max پدر 3 فرزنده. dreier Kinder پلورال در حالت گنیتیو هستش که اندونگ er گرفته یا همون اندونگ er که شده dreier Kinder. یا مثلا Max ist Vater zweier Kinder. اینم از این بازش نمیکنم دیگه، همینه. خب همینه، یعنی فقط تو حالت گنیتیو 2 و 3 میتونن اندونگ er بگیرن و بشن zweier یا dreier که بعدشون هم اسم جمع میاد. به همین سادگی، البته ساده نیست ولی گفتم مد نظر داشته باشید، یه زمانی اگر دیدید تعجب میکنید ولی باز اینم یادتون بیاد، امیدوارم یادتون بیاد دیگه.
خیلی وقت پیش تو آلمانی قدیمی که الان دیگه استفاده نمیشه، آلمانی معاصر تغییر کرده، تو حالت داتیو هم برای 2 و 3 اندوم داشتیم. الان فقط و فقط حالت گنتیو هستش که به عدد 2 و 3 میتونه اندوم بده و باعث بشه که اونا در دیکتاسیون شرکت کنن. تموم شد و رفت. میگم این تیکه‌ای که الان دیدید به درد A1 نمیخوره، چون اعداد رو کامل با هم بررسی کردیم. گفتم اینم گوشه ذهنتون داشته باشید، یه روزی بهش رسیدید بیاد این تیکه رو دوباره ببینید. تموم شد. کل این مطلب رو با دویچلمنده یاد گرفتی. حالا قرار بریم سراغ تمرین ها که حتما انجامشون بدید، باعث یادگیری عمیق میشه و اینکه مطالب رو درست به ذهنتون بسپارید. فقط برای دریافت کتاب مکمل یعنی PDF آموزش کل این قسمت و پاسخنامه همین تمرین هایی که قراره با هم حل کنیم و حتی تمرین های بیشتر به صورت رایگان، کافیه یک کلمه آلمانی یا جمله آلمانی و یا حتی ایموجی که خواستید رو در کامنت ها بنویسید تا براتون بفرستیمش. خب رسیدیم به بخش تمرین ها. فقط قبل اینکه بریم سراغ حل کردنشون بگم بهتون که کتاب مکمل همین بخش از آموزش رو به همراه پاسخنامه این تمرین هایی که قرار حلشون کنید میتونید خیلی راحت دریافتشون کنید. برای دریافت کافیه یک کلمه یا جمله آلمانی یا حتی ایموجی هایی که دوست دارید رو در کامنت ها بنویسید. چنل یوتیوب دویچلمنده کلی آموزش رایگان و کامل ارائه میده که با سابسکرایب کردن میتونید ازشون استفاده کنید. زنگوله رو فعال کنید که از ویدیوهای بعدیمون با خبر بشید.